افزایش تلفات اطفال بر اساس گزارش از سازمان ملل متحد در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی هشدار دهنده و شرم‌آور خوانده شده است. دانیل بیل، مسئول بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، روز دوشنبه حین ارائه این گزارش در کابل گفت که تلفات افراد ملکی امسال نسبت به 7 سال گذشته بی سابقه بوده است. These figures once again represent the highest number of civilian casualties. این ارقام بار دیگر بلندترین رقم تلفات افراد ملکی در گزارش‌های یونما را نشان می‌دهد. عمدتاً 4% افزایش در تلفات افراد ملکی ناشی از ازدیاد درگیری‌های زمینی و حملات انتحاری پیچیده از سوی مخالفان مسلح میباشد. در گزارش آمده است که اطفال و زنان قربانیان اصلی درگیری‌ها در افغانستان است و بر اساس این گزارش تلفات افراد ملکی از سال 2009 میلادی به این طرف رو به افزایش میباشد. حصه‌ای از این گزارش میرساند که در 6 ماه گذشته 388 طفل کشته و 1121 تن دیگر آنان زخمی شدند. در این حال دامیچی یاماموتو، نماینده خاص سکرتر جنرال یونما در افغانستان، میگوید که طرفهای درگیر در این کشور مسئولیت دارند تا اقدامات عملی را برای جلوگیری از تلفات ملکی انجام دهند. ما این را هم دریافتیم که طالبان برای کاهش تلفات افراد ملکی برخی اقدامات را عملی کرده، مشمول فعالیت‌های خودشان که سبب تلف شدن غیر نظامیان شده است. سازمان ملل طالبان را تشویق می‌کند تا این پالیسی را دیگر هم عام‌تر ساخته و اطمینان دهد که به قوانین بین المللی ارج می‌گذارند، حتی در نبود صلح. اما طرف‌ها به کاهش تلفات افراد ملکی مسئولیت دارند. با آنکه در گزارش سازمان ملل متحد نیروهای امنیتی افغان نیز در تلفات افراد ملکی مقصر خوانده شدند، اما با تلاش‌های زیاد نتوانستیم تا موقف حکومت را در این زمینه داشته باشیم. اما پیش از این مقامات افغان تاکید کرده گفتند که مسئولیت جان افراد ملکی در اولویت قرار دارد.